سلام، حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره بچه ها؟ خوبین؟ آقا من اومدم یه هیستوری، یه بکگراندی از خودم بگم که توی پیجم باشه. هر فالووری که وارد پیجم میشه آیدیایی بگیره که من کیم. خب شروع میکنیم. من ماندانا هستم، در حال حاضر 28 سالمه، ساکن تورنتو هستم و اهل نوشهر، شمال ایران هستم. اصالتا نوشهریم. متولد تورنتو هستم. تا 4-5 سالگی با خانواده تورنتو بودیم و بعد خانواده تصمیم میگیرن که دخترشون با فرهنگ غنی ایرانی آشنا بشه و بزرگ بشه تو این فرهنگ. به همین دلیل دوباره برمیگردیم ایران و من تمام دوران کودکی و تینیجری و بزرگ در واقع جوانیم رو که هرچند که هنوزم جوانم توی ایران گذروندم و دانشگاه ایران رفتم. از دوره ابتدایی تا دبیرستان نوشهر بودم و بعد برای دوره دانشگاه تهران، واحد بین الملل، پردیس بین الملل، رشته دندان پزشکی قبول شدم و 6 سال تهران درس خوندم و ساکن تهران بودم. در سال 2021 من فارغ التحصیل میشم از رشته دندان پزشکی به عنوان دندون پزشک، ولی دیگه دوره طرحمو نمیگذرونم، مدرکمو آزاد میکنم و خیلی سریع و فوری جمع میکنم و خانواده دوباره مهاجرت میکنیم به تورنتو، کانادا. و من از سال 2021 دیگه ساکن تورنتو شدم. از زمانی که اومدم به عنوان دنتال اسیستنت کار کردم، اکسپریانس کسب کردم، توی دنتال آفیس های مختلف نقاط شهر تورنتو کار کردم و در عین حال تصمیم داشتم، زمانی که اومده بودم تصمیم داشتم که در واقع معادل سازی مدرک دندان پزشکی ایرانم به مدرک کانادا پیش ببرم. ولی واسه من اینطوری پیش رفت که من پروفایل ساختم توی NDEB و هنوزم پروفایلم هستش. یعنی اینجوریه که تصمیم دارم در آینده این راه رو ادامه بدم، ولی با یه وقفه نسبتاً طولانی. حالا آروم و آهسته و پیوسته قراره که پیش ببرم این داستان رو. به همین دلیل یه مشکلی که پیش اومده بود این بود که من امتحان اول اون زمان AFK میخواستم بدم و دقیقاً تو اولین دوره‌ای بود که بعد از کووید امتحانا که کنسل شده بود دوباره داشت برگزار میشد و من مثل خیلیا نمیدونستم که قراره انقدر حجم متقاضی و اپلیکنت ها زیاد باشه، چون بعد از کووید بوده و وبسایتشون از 8 صبح من پای وبسایت بودم تا 2 بعد از ظهر یک سر ارور میداد و در نهایت هم چیزی که به من نشون داد این بود که پر شده و صندلی ها دیگه اویلیبل نیست، در کمال تعجب. و اون زمانی بود که من دیگه خب تازه مهاجرت کرده بودم، با اینکه خانواده‌ام اینجا هستم ولی خب سختی‌های مهاجرت رو داشتم میچشیدم، از دوستام دور بودم و تصمیم گرفته بودم که مستقل بشم. برای خودم یه اتاقی تو داونتاون رنت کردم و شروع به کار کردم، به عنوان دنتال اسیستنت کردم و یه مسیر جدیدی رو برای خودم انتخاب کردم، مسیری که کاملا از مسیر ایران متفاوت بود. من تو ایران زندگی داشتم که پدرم همیشه ساپورتم میکرد، خونه، ماشین، همه چی، ولی اینجا که اومدم گفتم که دیگه میخوام اون چیزی تبدیل به اون ماندانایی بشم که همیشه میخواستم، تو ذهنم بود، یه دختر کاملا مستقل. و به همین دلیل تصمیم گرفتم که مستقل بشم. کار کردم، خونه گرفتم، با یه همخونه در واقع خونه گرفتیم، اتاق رنت کردم و تصمیم گرفتم برای یه مدتی فقط اکسپریانس کسب کنم
و با جریان زندگی پیش برم و فعلا از اون حال هوای این که حالا تو رقابت باشم که سریع مدرکم معادل سازی کنم و دنتیست کانادایی بشم، از اون فاز کم کم اومدم بیرون. خیلی سخت بود، من چون خودم مثل خیلی از ایرانیای دیگه خیلی پرفکشنیستم، یعنی بیشتر بودم، خیلی پرفکشنیستی داشتم و به همین دلیل میخواستم که برنامه‌م این بود که تا 30 سالگی دیگه مدرک کاناداییم دستمه و تازه میخواستم از مسیر دانشگاه پیش ببرم. یعنی امتحان اون زمان اول امتحان AFK میدادن و بعد اپلای میکردم برای دانشگاه. الان امتحان ایدت اومده، اکثر دانشگاه ایدت رو قبول میکنن. حالا بگذاریم، کاری به اون مسیر فعلا ندارم. بعد یه مدت کار کردم و به یه نقطه رسیدم، دیدم که اوکی، من نمیخوام تا آخر عمرم دنتال اسیستنت باشم. یعنی حالا با توجه به بک‌گراندی که تو ایران داشتم، دنتیست هستم، حس کردم که خب منو ساتیسفای نمیکنه و دوست دارم که بیشتر رشد کنم و گفتم اوکی، 2 حالت داره، یا ماندانا پا میشی میری برای امتحان AFK میخونی دوباره 6 ماه بکوب مثل کنکور، حجم بالای از استرس، فشار منتالی رو در واقع تحمل میکنی، یا یه راه دیگه هم وجود داره که شورت کات محسوب میشه و یه منبع درآمد خوبی هم برات میشه، یه مدرک کانادایی رو سریع تو دستات خواهی داشت که اون رشته دنتال هایجین بود که من چقدر خوشحالم و خوششانسم که این رشته توی کانادا وجود داره. و خب میگم اون زمان من پرفکشنیستیم خیلی بالا بود و برام اینجوری بود که اوکی، یعنی من دنتیستم، حالا برم دنتال هایجینیست بشم، مثلا زیر دست دکتر دیگه کار کنم. I have a lot to talk about this topic، ولی شاید الان وقتش نباشه چون بیشتر میخوام خودم معرفی کنم. ولی دیدگاهت وقتی عوض بشه به زندگی و بفهمی کی هستی، هدف تو این جهان چیه و برای چی اومدی به این دنیا، خیلی همه چی عوض میشه، دیدگاهت عوض میشه و طرز فکرت عوض میشه. anyways من تصمیم گرفتم که رشته دنتال هایجینیست رو بخونم و اون زمانم که شروع کرده بودم، یعنی با این هدف ثبت نام کردم برای کالج. هدفم این بود که اصلا یه چند سالی رو همینجوری اصلا شاید دنتال هایجینیست بمونم و یه دنتال هایجینیست آفیس باز بکنم توی تورنتو و آفیس خودم رو داشته باشم و دیگه دندون پزشکی رو ادامه ندم. ولی همیشه آدم یه اوورویوی از خودش باید داشته باشه. توی ته سابکانشس من، در ذهن من، رویاهای من همیشه این بوده که دنتیست باشم و پرکتیس کنم توی کانادا و ایشالا در آینده در آمریکا. این لانگ ترم گول من شد و الان تصمیمم اینه که الان در حال حاضر دنتال هایجین تا نوامبر 2024 فارغ التحصیل میشم. امتحان بورد باید براش بدم که تا اوایل 2025 طول میکشه و بعد دیگه شروع میکنم به کار کردن و در این حال اگر همه چیز زندگیم استیبل باشه و مشکل خاصی پیش نیاد یا برنامه ریزیم عوض نشه، هدفم اینه که همزمان هفته چند روز روزی چند بار در هفته کار بکنم به عنوان دنتال هایجینیست که یه منبع درآمدی داشته باشم و تو سوسایتی باشم، تو دنتال سوسایتی باشم و کانکشن ها و نتورکینگ های بیشتری رو ایجاد بکنم برای خودم و از طرف دیگه بشینم کم کم برای امتحان ایدت بخونم. حالا میگم بستگی داره که من چه مسیر زندگی من چجوری پیش ببره. شاید بخوام برای آمریکا برم و صبر کنم که اصلا کلا برای امتحانات NDB بدم. ولی این خلاصه ای از
زندگی منه. خوشحال میشم اگه سوالی دارید بپرسید، من تو دایرکت ها جواب بدم یا استوری کنم بازم براتون. و خیلی خوشحالم که این مسیر بلاگری رو شروع کردم، چون دوست داشتم همیشه با آدم ها اینتراکت کنم، دوست داشتم که اگه چیزی برای گفتن دارم ارائه بدم، شیر کنم زندگیمو، شادیامو، غمامو، فکرامو. ما همه آدم هستیم و هیومنیتی نیاز داره که در واقع یک هیومن یک موجود سوشاله و نیاز داره که با آدما در ارتباط باشه. منم مستثنا نیستم. خلاصه خیلی دوستتون دارم. مرسی که ساپورت میکنید، مرسی که فالو میکنید، مرسی که شیر میکنید. به زودی باز میبینمتون.